سلام بینندگان عزیز، پیشنهاد شماست برنامه جالب و پرمحتوای شام شهنواز تقدیم از تلویزیون موسیقی تاجیکستان شهنواز. البته گرد خانه گسترده بانوی عائله حلقه همه کسه جمع آمده اید و انتظار اید که یک برنامه جالب، یک شو برنامه فرهنگی و فراغتی پیشنهاد شما باشد و این مسئولیت را گروه ایجادی برنامه شام شهنواز به عهده خود گرفته است و پیشنهاد شما می نماییم برنامه خود را با فرمت نو، با هزل و شوخی، بازی های جالب، شرط های جالب و صحبت های نهایت خوب. مهمان امروزه برنامه ما هستند فخرالدین ملیک و خجسته بانوی میرزاولی. گفتم به مورد است که مهمانان برنامه با درخواست سرشمار خود شما و برنامه دعوت گشتند. بینندگان عزیز، شما نیز می توانید در جریان برنامه ما فعال باشید و دلخواه سوال و درخواست های خود را به عنوان مهمان های برنامه با نشانه که این حال روی اکران های شما پیداست فرستانید. سرول شما را خوش آمدید میگوییم. تشکر زیاد. از آن شادیم که شام خود را با تماشابینان تلویزیون شهنواز گذرانید. تشکر. من گمان میکنم که با این بیانی که در شروع برنامه با عنوان و معرفی برنامه شما بیان نمودید، گمان میکنم مایه سرفرازی و افتخار است که در شام اهل عائله هموطنان عزیز و ارجمند ما امکان داشته باشیم که یک لحظه فرحمندی و فراغت را یعنی که تقدیم کنیم. و همچنین به تمام بینندگان تلویزیون شهنواز سلام خود را عرض میکنیم. تشکر زیاد. برای ما نیز باعث سرفرازی است، باعث خوشنودی است که امروز محض شما مهمانی برنامه ما هستید. بیایید اکنون به قسمت رسمی برنامه آغاز می نماییم و چون ما در آغاز برنامه گفتیم برنامه ما با قالب نو پیشنهاد می گردد، برای شما جالب نیست که برنامه شام شهنواز چگونه برنامه باشد و شما را در اینجا چه بازی های و چه شرط های انتظار است؟ خود بازی علاقه از نامش میبراید که شوق‌آور است، خنده‌آور است، توجه برانگیز است و به واسطه اگر در دایره موسیقی و هنر و فعالیت هنری و معلومات های فرهنگی اطلاعاتی باشد، گمان میکنم نوران علالو میکنه، چون که ما علاقه از دایره همون تجربه ای که کسب کردیم امکان داریم که شامل برنامه باشه. تشکر زیاد. شما چه خجسته بانو نمیترسید؟ نه، من نمیترسم و با من خیلی شوق‌آور است که این برنامه چطور میگذرد. تشکر زیاد و آفرین به جسارتتان. در اول برنامه دانستن میخواستم که مناسبت پسی پردگی یا خود همکاری پسی پردگی فخرالدین و خجسته بانو چگونه است؟ میان شما رقابت هست؟ من خودم از خردی از دورانی که در مکتب میخواندم همه وقت اکای فخرالدین استاد عزیز رو گوش میکردم. برای من یکی از هنرمندان بهترین هستند. تشکر زیاد. آفرین. تشکر. من ارادتمندم. بسیار با نطق شیوا این با لفظ بسیار گیرا خجسته بانو از وصف و ستایش شروع کردن و من خودی همون تعب و ذوقی من به همین ژانری که خجسته بانو بسیار موفق هستند و مردم و ملت تاجیکستان و صنعت اکادمی رو در امروزه یعنی که عصر بسیار معاصر معرفی میکنند، من گمان میکنم بهترین امتیاز دارند و به نهایت کسبی هستند و یک هنرپیشه ای که امکان دارد امروز از روضه و منبر بلند فرهنگ جهانی معاصر را تسخیر کند خجسته میرزاولی است. تشکر زیاد. از سخنهای شما چنین برمیآید که میان شما رقابت نیست، ولی جایی که رقابت نیست آنجا انکشاف نیست. کردیم یک دویت با هم میخونیم تو حال همین مصلحتی ما با عمل توأم و پیوند نگشته است. چرا نمیدونم، اما یک مصلحتی هم که با هم همخوانی داشتیم. این کس دیاپازونشون قریب به 3 اکتاو رفته میرسد. شاید دیاپازون من کوتاه باشد، شاید از همین باشد که وسعت صدا در رابطه با خجسته بانو شاید ضعیفتر باشد، اما من کوشش میکنم به هر صورت. یعنی میان شما رقابت نیست. باری نشده است که اندیشه نموده باشید که مثال فخرالدین اندیشه نموده باشد که خجسته یک سرود نو را ایجاد نمود، بیا من در جواب یک سرودی از این هم خوبتر ایجاد کنم، یا مثال خجسته بانو فکر کرده باشد که آهنگ نوی فخرالدین ملیک نهایت خوب است، عالی است، بیا من هم رفته یک آهنگ دیگر از این هم خوبتر و فرمایش دهم. در تاریخ همین فعالیت نه چندان اگر طولانی هم باشد، خجسته بانو
بسیار برنامه‌های خوبی سطح دولتی تاجیکستان رو، کشور محبوبمون رو زینت بدهد که این برای یک ایجادکار جوان بسیار طالع و اقبال بلند است و من خجسته-بانو رو مبارکباد میگویم. تشکر زیاد. باشد که همیشه فضای صنعت تاجیک را انا همین خیلی یک دوستی صمیمانه فراگیر باشد و ما صنعت تاجیک در اساس دوستی و اتفاق و وحدت پیشرفت باشد. میدونید میگویند شبنم-بانو آدمی از اعتبار همدیگر بالا رود. وقتی که خجسته-بانو کوشش میکنند و موفقند، وقتی صدا و زحمت و تلاش به هم توأم و پیوندند، روی طبع و ذوق مردم و نبض جامعه قرار دارد، به واسطه ما احساس غرور میکنیم، افتخار میکنیم که امروز جوانان ما در فرهنگ نیز هم قدم حیاتند و این باعث افتخار است. البته در برنامه شام شهنواز 2 نفر مهمانی که دعوتیان باید به حیث 2 رقیب برآمد نمایند. یعنی در هر بخش و بازی هایی که پیشنهاد شما میگردد هر نفر در علاهیدگی باید کوشش نماید که در برنامه پیش صف باشد. من گمان میکنم در اینجا برنده یعنی که خجسته-بانو هستند، چون که افکاری تازه و جدید و سالم دارم. به همین خاطر گمان میکنم تا حال نمیدونیم شرطی برنامه چگونه نه، ما در بدخشان بودیم، در یک برنامه بودیم. این کس با انا همون زنده‌خوانی بداهتاً رفته یک موسیقی را گذاشته، به همون سرودخوانی و زمزمه کرده. میدونید تمامی تالا را به وجه آوردن. گمان میکنم که این کس برنده میشود. تشکر زیاد. بینندگان عزیز تا آخر برنامه ما را همراه باشید. با چشمان خود بینید که کدام ایشان در جریان برنامه پیش صف خواهند شد. ما را همراهی نمایید. اصلا برنامه شام شهنواز در اساس سوال و درخواست‌های پیشنهاد نموده خود تماشابینان که به صفحه‌های رسمی ما در سامانه‌های اجتماعی پیشنهاد می‌گردند جریان می‌گیرد. بینندگان عزیز، ما نسبت سوال‌های شما نیز به طرف نیستیم. در برابر این سوال‌ها بیشتر در موضوع تأثیر موسیقی به همون پیشرفت و به خودشناسی و خودآگاهی و احساس وطن پرستی اهل جامعه صحبت داشته باشیم. قبول دارید؟ ما و تو چشمه شعر و سرود، راهنمای خوشی دلهاییم. ما و تو عاشق و اعجاز هنر، دل گرمیم و پر از سوداییم. ما و تو زیب همین دنیاییم، افتخار و ثمر فرداییم. وقتی که این زیبندگی ها و شکوفایی ها و پیشرفت و ترقی تاجیکستان را از جانب هنر، از جانب استعداد فطری و یک انگیزه ذوق مردم برای جامعه پیشکش میکنیم و انا همین رد و بدل میان سازندگی ها و نماینده های فرهنگ به وقوع میپیوندد، این بهترین پدیده است که ما میتوانیم که در رشد و ترقی ملت، در پیشرفت ملت، در بلند برداشتن معرفت حقوقی جامعه یعنی که نقش خود را گذاریم. من همین زمان امروزه رو اگر عصر طلا گویم خطا نمیکنم، بازم نمیتوانم خمار شکنم، چون که هر مهمانی میآید. من به نزدیکی مهمان داشتم از آلمان، از کمیروا و از مسکو. میدونید مهمان ها در حیرت موندن. فقط کار اساسی مهمان ها تماشا بود. از گل تاجیکستان بسیار حلاوت بردن. از خودی انمی گل گفتن این گل های تاجیکستان از تمام دنیا فرق میکنند و ما یک هفته فقط سیر گل داشتیم، سیر و تماشا داشتیم و مهمانان فرهمند شدن. یکی به اروپا، دیگری به دیگر قشری مثال سیاره رفته. انا همین زیباگی های ملت ما رو میگویند و این برای ما افتخار است. من از زمزمه هنرمندان یا که رسالت ما که در جامعه مثلا می شود. تشکر زیاد. خجسته-بانو، فکر شما چگونه است؟ آیا می تواند سرود و موسیقی برای بیدار نمودن احساس خودشناسی و وطن پرستی اهل جامعه و مخصوصا نسل نورس و جوانان تاثیرگذار باشد؟ ولی من فکر میکنم که هنرمند باید تربیتگر باشد، سرود باید تربیتگر باشد. اون متنی که ما انتخاب میکنیم در هر یک سرود باید مضمون داشته باشد. تشکر زیاد. و چی باعث گشته و چی عامل‌های سبب گشتند که سرودهای کوچگی امروز راه یافتند؟ نمیتواند باعث باشد که یک ذوق، یک انگیزه ذوق اون اجازت رو ندارد که به یک کشوری که در معرفت،
در تاریخ ادبیات جهان یک نقش بنیادی را دارد، هیچ هنرمندی، هیچ آوازخوان حق ندارد که ذوق چنین ملت ارجمند و شرفمند را پست کند، پایان ببرد. مشاهده میکنیم بعضی حالت‌هایی هستند که آوازخوان‌ها، من هنرمند گفتم زبانم نمیپیچد راستی، بعضا آوازخوان‌ها هستند که خب انا دایره انا همین تاریخ و تمدن، انا همین ارزش هایی که شما بیان کردید، انا همین زیبایی هایی که کشور ما را با معنی و منطق زینت میدهد خراب کنند. میگوید از بلندی لبی بام جهان، نردبانی روح ما بودی بلند. در جهان یک ساقی جامی سخن، ما بودیم و شد یکی ما بعد چند. شما ببینید که اولین سرکرده های بیان لطیف و سخن گوارا و لطفی انا همین گفتار و نوازش رو تاجیکان داشتند و بعد مردمان دیگر پی انا همین تازه فکری ها یعنی پیگیری ما شدند و یعنی ما یک به عنوان الگو، راهنما، روشنی و حرارت و گرمی در زبان و در سخن در جهان مشهوریم. آوازخوان یا هنرمندی که مثل خجسته آمده روی صحنه آمده با مردم با استعدادی بلند در روبرو به طریق زنده سرود خواند، من گمان میکنم که اونجا دیگر بین میانی هنرمند و بازار و کوچه خطی فرق کشیده می شود. مثلا خجسته یک 4-5 ماه مهنت میکند، زحمت میکشد، انا همه همین توانمندی های خود را در یک، خودشان گفتند، در یک مضمون و در یک منطق و در یک آرمان خیش جا میکند و میبیند که در کنار میموند در برنامه کنسرتی، یعنی دیگر شخصیت ها. بعد هنرمند شکسته میشود. هنرمند روحش یعنی روانش یعنی انمون ذوقش آسیب میبیند. و شما بسیار درست گفتین، خودی تماشابین، خودی بیننده، خودی انا همون مخلصان نیست، باید که پیگیر باشن هنری بلند رو، هنری که مفهومی ملت رو، زبان رو، فرهنگ ما رو بالا میبرد. من برای چی بیرون از مرز شروع کردم در فعالیت خجسته؟ چون که تنها استعدادی بلند میتواند که بیرون از مرز ما و شما رو معرفی کند، گوید که من تاجیکم، من با این زبان، با این فرهنگ، با این موسیقی و با ملتم افتخار میکنم. این روزه میتواند ما و شما رو ارجمند نگه دارد و فرهنگ ما، موسیقی و هنر ما آسیب نبیند. بله، تشکر زیاد. اندیشه شما رو شنیدن میخواستیم خجسته بانو. خوب بشد زیاد کنسرت های فرهنگی که در تالارهای کنسرتی تاجیکستان میگذارند، خوب میشد که از طریق زنده اجرا شود و برای همین من فکر میکنم که اگر که زنده سرایی میشد، هنرمندان اصیل میتوانستند بسرایند و هنرمندانی که با طریق تکنولوژیا و استودیوها کار کرد میکنند صدای خود را، شاید آنها نمیتوانستند که در کنسرت های سطحی بلند. من حتی میدونید یک پیشنهاد دارم که در همین خودی برنامه‌های تلویزیونی دستگاهی موسیقی با مطربان توانمند دعوت شوند، از طریق تلویزیون، از مؤسسه‌های دولتی که کار و فعالیت میکنند، از طریق پارتیتور آهنگ‌ها پیشنهاد شوند، نوازند، خوانند و مردم ببینند که بند موسیقی، ربایی و انمون دو بیتی، لفظ و بیان، زمزمه از کجا سرچشمه میگیرد، از کجا شروع می شود. مردم انمون ستاره خود را درست انتخاب کرده توانند، فریب نخورند. این مردم ما بسیار مردم بزرگ هستند، مردم خوشبین هستند، مردم ما بسیار مردم خوب است و به این مردم خیانت کردن من گمان میکنم به نهایت یک گناه بزرگ است. بله، تشکر زیاد. خیلی که شما قید کردید، صنعت میتواند در منبر بزرگ، در منبر بین المللی معرفگری
این یا آن ملت دولت باشد. و خوشبختانه امروز یک جریان میان جوانان معمول گشته است که ایشان محض با همون تشبث خودشان برای هم معرفی تاجیکستان عزیز و هم معرفی استعداد خود بیرون از مرز تاجیکستان در آزمون ها اشتراک می نمایند. فکر شما را در همین بابت شنیدن می خواستم. قبول شما چگونه است و چی باید کرد برای دستگیری ان همین گونه استعدادهای جوان؟ صنعت هم قدم حیات است. بگذار باشد. این بهترین است وقتی که برون از مرز، وقتی که صنعت ما، هنر ما، جوانان ما مرز را عبور میکنند. یعنی که هنر ملت تاجیک مرزها را عبور میکنند، به زبانهای بین المللی میخونند، به زبانهای خارجی میخونند، یعنی که امکانیت دارند در آزمونها صاحب جایزه میگردند و به واسطه اونها از کجا هستند؟ از تاجیکستان هستند. و گمان میکنم که به حد توانمندی دستگیری چنین روزه های فرهنگی فقط به منفیت کار است. من فکر میکنم که هنرمندی که در حقیقت اصیل است هیچگاه پس پرده نمیماند. برای همین هر یک هنرمند باید زیاد کار کند، ایجاد کند و کوشش کند که آن مقصدی که پیش خود میگذارد با آن مقصد آهسته است، تیز است رود. بله، تشکر زیاد. واقعا هم همون جوانان ما باید دانند که هر باره که ایشان در منبری یک برنامه خارج از کشور اشتراک می نمایند و هر باره که نام تاجیکستان را می گیرند احساس خودشناسی در همون قلب هر یک تاجیک و تاجیکستانی جوش می زند، احساس وطن دوستی جوش می زند. و من هم پیشنهاد داشتم و هم همین چیز را قبول داشتم که هر یک جوانی که بیرون از مرز تاجیکستان در این یا آن آزمون اشتراک میکند هرچی بیشتر کوشش کند که با آن همین شاید از همین فرهنگ ما یک عنصرش رو پیشنهاد کند. شاید با آن پیشنهاد کردنی نه در اون آزمون ها هستن، هم آزاد هست، هم اثر میلی هست، هم اثر یعنی انتخاب شده هست که یعنی همون تمام آوازخوان ها را در چینک معیاری یعنی که سنجش دارند. اما در ملیت می توانند که در لباس بعضی از همون یک انعکاسی لباس های ملی ما را یعنی مدرن به طریق معاصر دوزانده پیشنهاد کنند. می توانند که خودی لحنی خواندن یعنی که لپش ها و تحریر صداسازی را یعنی که از طریق اصول های تاجیکی به مردم جهان پیشنهاد کنند. من در ترکیه و در امارات عربستان و در روسیه میدونم که خودی همین لپش های صدای ما را توجه داشتن که شما چی خیلی این لپش ها رو اجرا میکنین، گفته در حیرت میموندن. لپش هایی که کوهستانی هستند، خلقی هستند و انا همین آزمون ها بیشتر باعث می شود که انا همین صنعتی که هنوز دست نخورده است، هنوز بسیار قیمتی به نهایت بلند دارد، مردم جهان شنوند، دانند. چون امروز در دیواره های تاجیکستان، در آویزه ها، در تبلیغات و دیگر یعنی که سخن های پیشوای معظم ملت ما، فرهنگ هستی ملت است. این سخن شما ببینید که چقدر معنا دارد، چقدر مضمون دارد که تمام زندگی ما رو در بر میگیرد و ما دیگر باره موظف هستیم، مسئولیت دار هستیم که انا همین سخن هایی که انا همین عنوانی گوییم، عنوانی عالیه که برای یک نماینده فرهنگ میدهند، ما باید ارزنده باشیم، شایان باشیم، سزاوار باشیم و جهد و تلاش کنیم در حفظ زبان، در حفظ لباس، در حفظ انا همون موسیقی خیش. اکنون برخورد فرهنگ ها میگویند بعضا میشود که گویا که این یک آمیزشی موسیقی بین المللی باشد. من به این راضی نیستم. بگذار بعضا یک سینتز مدرن یا معاصر پیشنهاد کنند، ولی تاجیکانه فقط یک حاشیه شاهراهی کسبی باید باشد که با قدم های استوار تاجیکانه رفت. گمان میکنم چنین رسالت باید باشد. آزمون ها هر گونه می شوند. من خودم شخصا زیاد آزمون های رفتم که ژانر سرودخوانی من برای ژانر سرودخوانی من داخل دارند، این در ژانر اپرا. برای همین چنان که ما گفتیم که صنعتکاران اصیل می توانند
در خارج از کشور توانند در این آزمون ها اشتراک کنند. ما داریم استعدادانی که میتوانند کشف نشدند و در نظر مردم نیستند و زیاد هنرمندان ما جوانایی هستند که در زیاد آزمون ها در مثلا در روسیه، در قزاقستان آنجا برآمد کرده یک دستاوردهای خوب را گرفته آمدند. برای می باعث فخر است برای تمام ما مردم تاجیک. اکنون میگذاریم به اولین بخش بازی با هنرمند که عنوان گرفته است ترجمه. یعنی در این بخش به شما سرودهای مشهور تاجیکی که با واسطه ترجمانی گوگل به زبان غیر ترجمه شدند و باز ترجمه شدن با زبان تاجیکی پیشنهاد می‌گردد. در نتیجه ترجمه گشتن بعضی کلمه ها را هم معناهای عوض کردند، ولی اگر اهمیت داده شود، اگر دقت داده شود، مضمون اصلی سرود باقی مانده است. یعنی شما باید اهمیت دهید به مضمون هر یک سرود و پیدا کنید که این کدام سرود است. در این بخش به هر یک مهمان 3 سرودی پیشنهاد کرده می شود و با نوبت، یعنی یک سرود به خجسته، یک سرود به فخرالدین ملک و باز به همین منوال برنامه را دوام میدهیم. باشد شروع میکنیم. سرود یکم پیشنهاد میگردد به خجسته بانو. سود طلایی یاران زرفشانی، پسر میانه سال می رود. شوخی نکنید بدخشانی، پسر میانه سال می رود. با سوادان و حسن که میکوبند، ولی چقدر زود بیسوادان. تعجب آور است که تشویش به پسر میانه سال می رود. غیر از این لحظه شیرین است. آن را کاسه های شیرین می شکنند. کاسه ها را در دست می گردانند. کجا؟ پسر میانه سال می رود. نامه های تلخ می سوزند. بلان ها را خط زدی، اصل از خطلان است. پسر میانه سال می رود. ستاره ریز در آسمان خاک برباد می دهد. وی ناله و شکایت می کند که پسر میانه سال می رود. بسیار سرودی مشهور است. این سرود را بیشتر وقتی که در سن و سال از 30 بالای دوست می داری. خب با من دخل ندارد. نه چرا؟ ممکن است من یک دقیقه فکر کنم پسر میانه سال برای اندیشه کردن 30 ثانیه وقت داده می شود. الان که 30 ثانیه رفت. خب مرحمت. من چی؟ من گویم می شود. من راستی شما جواب دارید؟ نه. کدام سرود است؟ جوانی رفت. بله. در فکر من همین چیز بود. جوانی چرا نگفته؟ نه جوانی رو پسر میانه سال گفتن، مثل حکایه گفتن. بعد خودشون وقتی که رپلیکا دادن بعد به ذهن من آمد. سرود دوم پیشنهاد میگردد به فخرالدین ملک. تو از جانم بهتری و دلی مرا دوست دیدی، پروریدم. من درباره شما غمخوری میکردم، پروریدم. مویهای تو در شمال بوی میکنند، پروریدم. در باغ سرو قامت تو دلکشا است، پروریدم. در دل خود من گنج را پروریدم. سنجیدم که کار رحم سخن دارد. مرد است یا زن؟ زن می سراید. این سرود در عصر 20 سراییده شده است، ولی همانا بسیار مشهور است. بار دیگر میخونم و به شما 30 ثانیه وقت داده می شود برای اندیشه کردن. تو از جانم بهتری و دلی مرا دوست دیدی، پروریدم. من درباره شما غمخواری میکردم، پروریدم. مویهای تو در شمال بوی میکنند، پروریدم. در باغ سرو قامت تو دلکشا است، پروریدم. در دل خود من گنج رو پروریدم. سنجیدم که کار رحم سخن دارد. تو رو من تاج سر کردم، نه، زفر کردم. انا همین کلمه پروریدم در زمانی دیگر موافق به شخص دیگر معنی اصلی سرود و عنوان اصلی سرود رو دارد. 30 ثانیه گذشت. الکی 5 ثانیه دیگر وقت دارید. خب همون صباحت نجمیدین و با فکری من اومدم. برا تو خاکی ره کردی
امان باشی تو تو را را من من تاج تاج سر سر کردم، کردم ظفر کردم این مصرع‌ها مصرع‌های خوب است، این را قبول کنی، این این بسیار خوب مصرع‌ها است. بهترین مصرع‌ها هستند، شما ولی می‌دونید متاسفانه چقدر؟ سرودی پیشنهاد کرده ما این پروردم نیست همون. و سرودی پیشنهاد کرده ما شاید من فکر میکنم اگر خطا نکنم بهتر از جانم بله. تو رو ای دلبا میپرورم. اصلا چی به یادی من نیومد. اگر کم دقت دهید معنی اصلی سرود را عین پیدا حال می‌کنید. یک خالی هم اکای فخردین دارن همه. بله. سرود دیگر پیشنهاد می‌گردد به خجسته بانو. روز دیگری غم و اندوه در یک قسم نامعلومی نام، روزی آفتابی ما را ترک کرد. عین زمان در یک شب ماه پیدا شد. شام خوب هموطنان شبانه شبانه. روز دیگر گذشت. این کتاب کتاب حیات است. آره، این همان شخصی است که سزاوار آن است. جستجوی حسابی زنده، صبح خوب شبانه شبانه. باز به ظلمات آمد چشمهای عروسی مادری من. او از کی میپرسد؟ در پشت مادرم صبح خوب، مادر کودک شبانه خوب. پرواز از نان، نوری ها در شاخ ها، این بار که رویدادها نشان های خودپرستانه. صبح خوب، شما دوست می‌دارید شبانه خوب. کدام سرود است؟ اگر فخردین پیدا هم کردید کمک نکنید، زیرا ضمن کمک کردن خال داده می شود، آواز داده می شود به خجسته بانو. یک سرود با یک اثری بسیار کلان حجم تبدیل می شود، وسعتش خیلی زیاد می شود و همین سرود در زندگی همه روزه مردم بیشتر از تمام سرودها شاید سراییده شده باشد و این سرود شریک شادی های مردم است. نمیدونم. من گمان میکنم که استاد ظفر ناظیموف. کدام سرود؟ تا باز دیده افتاد لای 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 لا 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 لا. اگر من رفت و حاضر همین سرود رو نامش رو گویم شما بسیار متاسف میشوید. این سرود حتما در تمام توی شب مراسم بخیره. بله پیدا کرد. خب با کمک های پیوسته و کوشش های زیادی ما جستگانو پیدا کردم. پیدا کردم. الکی. سرود دیگر با فخردین ملیک. من خسته می شوم، من کلانتر می شوم، به من در جهان نشان ده. خوب کنید ببخشید. من امیدوارم که از آن لذت می برم. در دنیای کتابخانه من می خواهم که شما باشید. من خسته می شوم، من کلانتر می شوم. جلب کنید بخت نامعلوم. برای مثال حاصل تیرماه، مادر و مادری مادر. بیایید می توانید برنامه های آزاد. کودک شیرین است، کلی زیبا و زیبا. من در آن جا هستم. فردا بحر. من خسته می شوم، تو کلانتر می شوی. دنیای پنجم، بیایید خوب کنید. این سرود اصلا به بانوان داخل دارد. به مضمون دیگر گویم سرود اصلی هر یک مادر، رسالت هر یک مادر سراییدن همین سرود است. علت میگم بچه‌می، این علت میگم دختر جون. همین است؟ این بله الله است، ولی در دیگر مضمون، در دایره یا در حوشه دیگر سرود. از انم سرودهای سرایندگان کدام الله بیشتر مشهور است؟ 30 ثانیه وقت داده می شود اندیشه کنید. الله مستانه ایرگه شود. کدام؟ زمزمه‌اش به یادم بیاید. اوی میخوند کو.
البته هر یک سراینده یک سرود میخواند. نمیدونید زمزمه‌اش باید به یادم بیاد. کلان شو. طفلی گریانم کلان شو. بله. خود اصلا نمیخواستم بیام. آفرین. اما منم با کمک یافتم کو. سرود آخرین به خجسته. خب بیبی صنم انارها یک دانه اند. قامت تو راست و پر آب و مستانه است جانم. بیبی صنم انارها یک دانه اند. بی سلام جانه بله. اناری یک دانه. تمام. بله بله. برای- حساب برای- عینی حال 3-2 است. آخرین سرود پیشنهاد میگردد به فخرالدین ملک و آن همین سرود حل کننده است که در بخش ترجمه کدام از مهمانهای ما پیش صف میماند. فخرالدین ملک متوجه باشد. کپک در بالای در است. نزد من بیا. خواب کن پایهای من. دمشین سرو دل را میکوبد که به تو سیرهایم را گویم. دمشین سرو دل را میکوبد که به تو سیرهایم را گویم. خونی سرخت شما کاسه شراب الا میبری دل من. نرگس دو یکی از سنگهای دوست داشته من از باغهای من ماه هیکل من. نگو در روزی پراکنده میمونم الا میبری دل من. که اگر شما نباشد نقش را کی اجرا میکند؟ کپک در بالای در است. نزد من بیا خواب کن پایهای من. ای کپگی دری بیا به بالینم خوابت ببرد سری زانویم. بیش آفرین. خرما شیرین و کپگی دری. آفرین آفرین. هر دو اشتراکچی ها هم نهایت فعال بودند و در بخش ترجمه حساب مساوی است 3-3. خوب است که اگر بهترین ها 2-1 پی هم باشند و در آن همین فرصت بخش دیگری برنامه را که بی صدا است پیشنهاد شما می نماییم و پس از آن ادامه می دهیم صحبت هایمان را. راضیید؟ باشد چشم. بخش بی صدا شرطش همین گونه است که مشهورترین سرودهای تاجیکی، سرودهای ماندگار، طریق بی صدا در مانیتور پیشنهاد شما میگردد. شما باید البته طریق بی صدا شما باید از آن همون جریانی سرود، از اشاره لبهای سراینده، از اشاره دستانی آنها پیدا نمایید که این کدام سرود است. فهم است؟ باز هم سرود اول پیشنهاد میگردد به خجسته بانو. تنها شدم تنها. بله من میخواستم کمک کنم که خجسته بانو من وقتی پیدا زیاد کردن. شدروان استاد کرمت الله از دوست می‌دارم برای همین. باشد از کارگردان خواهش می نماییم که برای اثبات سخن خجسته بانو وریانت صداداری آن را پیشنهاد نمایند. سرود ماندگار باشد، برای که سرود در دل و در ذهن مردم تا ابد سراییده شود و طنین اندازد، باید آن همین گونه مضمونی بلند داشته باشد، همین گونه آهنگ دلچسب داشته باشد. اکنون وریانت دیگر یا نمونه دیگر پیشنهاد می‌گردد به فخرالدین ملک. متوجه می‌شویم. همین سرود را با طریق دیگر، با اسلوب دیگر در سالهای نزدیک هنرمند سنگلی میرزایف سراییده بودند. 30 ثانیه وقت فکر کنید.
و خجسته بانو نیز اجازه داده می شود برای کمک کردن؟ خجسته بانو راضی نیستند برای کمک کردن. اصلا نفهمیده ایستادم. عینی حال من سرودهای سنگلی میرزایف رو فکر کرده ایستادم. ثانیه ها با آخر میرسند. سنگلی با قریبی سروده که خوندن و یک دایره معروفیت رو پیدا کردن سرود چرخ و فلک می باشد. نه این سرود که دل نازکت آزار گرفت. من گفتم که خجسته میداند و نمیخواهد کمک کردن. من کردم که دل نازکت آزار گرفت. بله، از کارگردان خواهش می نماییم که وریانت صداداری سرود را پیشنهاد کنند. آزار گرفت خاطرت از من به چاره بیک بار گرفت خاطرت از من به چاره بیک بار گرفت. این خجسته بانو با تیاری اومدن به برنامه. بیاید وریانت دیگر را پیشنهاد میکنیم به خجسته بانو. ای جانی من سلطانی من ای ابر شکر باری من ای جانی من سلطانی من میدونم که فخرالدین ملک تمام جوابها رو میدانند، ولی با همون احساسی بلند جوانمردی تاجیکانه نمیخواهند که غالبیت رو به دست آورند و میخواهند که غالبیت نصیب بانو گردد. همین گونه است. یکی خجسته بانو خودشون هم میخدر با نیروی بلند خواستاری همون برندگی هستند. میکنم که این هم یک روضه تعبی خود را دارد. گمان میکنم مرحمت. سرود دیگر پیشنهاد میگرده با فخرالدین ملک. توجه میکنید؟ این شب بخیر دست جمعی است. شب بخیر است. بله. شب بخیر دست جمعی است. ارکستری انسامبلی آوازداری گلشن اجرا میکنن. مقدس نبیه و با حضور نعمتف. بله. خواهش میکنیم که نمونه صداداری سرود پیشنهاد گردد. شب بخیر همنشینا شب بخیر شب بخیر هم زمینان شب بخیر شب بخیر هم دیاران شب بخیر شب بخیر هم گردگان عزیز، هرچند سرود شب بخیر در برنامه شامی شهرنواز پیشنهاد شد، ولی این معنای آن را ندارد که ما برنامه را به اتمام میرسانیم. واقعا شامتان بخیر باشد. برنامه شامی شهرنواز ادامه دارد. وریانت دیگر و وریانت آخران پیشنهاد کرده می شود به خجسته بانو. من گویم میشه؟ نه ثانیه وقت داده داریم یاری خوشم داره. من گویم؟ نه خیلی آخی شما خواهی من باید مساوی بشود اگر من گویم. ثانیه های آخرین چند ثانیه دارم؟ 5 ثانیه دیگر. کدام سرود است فخرالدین؟ وعدت را انتظارم تو بیا به خانه من. نمونه صدادار را پیشنهاد میکنیم. وعدت را انتظارم تو بیا به خانه من وعدت را انتظارم تو بیا به خانه من طاقت دوری ندارم داری پر بهانه من طاقت دوری ندارم یاری پر بهانه من بازم رسید بکارم باز آوی دیده بارم دل ساده شده عاشق چی کنم چاره ندارم عاقبت بدامیش من گرفتار شدم عاقبت بدامیش من گرفتار شدم مدام رنج
وریانت آخرین پیشنهاد می‌گردد به فخرالدین ملیک. دلی درمندی مرا نبود درارای من اینجا دولت با کارگردان اولین سروده که پیشنهاد کرده بودن از طریق تلویزیون. بله باوری دارید؟ 100%. بله. دلی درمندی مرا نبود بی تو دوا خبری قلبی مرا بیشونه